هفته خبر تو خبر داره براتون از رئیسی مشنگ که اون ور سنگ پای قزوین فرود اومده و چنین قمپوزایی در میکنه. یک تومار بلندی از نقض حقوق انسانها در زندگی غربی ها وجود داره که اگر بخواهد نقض حقوق انسانها رو انسان بشمره در زندگی غربی ها و کشورهای مدعی حقوق بشر، یک لیست بلندی خواهد شد. لذا من اینجا به شما عرض میکنم که ما امروز در جایگاه مدعی حقوق بشر هستیم و مغرب زمین در جایگاه متهم قرار دارد. یکی نیست به این آخوند جلاد بگه فعلا ریزشی‌های نظام خودت رو جمع کن، ادعای حقوق بشر پیشکش. ابراهیم رئیسی. اسباب تأسف ما در ادبیات دینیمون داریم که ملعون از کسی که داناتر از خودش رو در کاری سراغ داشته باشه و بره متصدی اون کار بشه. و آقای رئیسی داناتر از اون رو فکر میکنم بیش از 70 میلیون در این کشور داناتر از آقای رئیسی هستند، ولی ایشون اومده رئیس جمهور. حکایت آخوند رئیسی حکایت همونیه که باخته اما نمیخواد قبول کنه. بابا الان تو نظام ولایت کار به جایی رسیده که حتی توی تیویریش هم یه چنین سوالایی مطرح میکنن. یه عده میگن که این رهبری چگونه منصبیه که تداوم داره؟ چرا مثل ریاست جمهوری 4 سال یه بار به انتخابات گذاشته نمیشه؟ و یا چرا در کشورهای دیگه مثلا ما شبیه این جایگاه رو نداریم؟ کشورهای اسلامی منظورشون هست. ولایت و رهبری در قانون اساسی ما گنجانده شده. ببینید ما اعتقاد به امامت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف داریم. عصر غیبت ولایت فقیه اصالتی نیست، اصالی نیست. یعنی این مقام مال کیه؟ مال امام معصومه. حالا به خاطر شرایط دوره غیبت توسط خود حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف این فقها. حالا که صحبت به اینجا رسید یادی کنیم از این حرفای جنتی لعنتی، اون هم در زمانی که عظما تازه از خمره رنگرزی ولایت بیرون اومده بود. ما چاره‌ای نداریم به نفع اسلام و به صلاح اسلام و مسلمین که این محدودیت هایی را بگذاریم برای ولی فقیه، و اگر این محدودیت ها نباشه اون مشکلات تصمیم گیره های اصلا یه نوع هرج و مرجی لازم میاد، بی ضابطگی به وجود میاد. حالا این ولی فقیه به روزی افتاده که خود آخونده هم اعتراف میکنن که سیبل اصلی مردم ایرانه. تحقیق کردیم 99.5% فحش‌ها، ناسزاها، دریبری‌ها، جسارت‌ها، حرمت شکنی‌ها شخص مقام معظم رهبری. یعنی هر ضربه ای از هر جا بیاد نثار ملاج عظما میشه. این هم نسل دهه 80 و دهه 90 و پاره پوره کردن عکسای خمینی و خامنه ای. اینم پسر منه. کتاب‌های آموزشی بابا چه درس شیرینی زبان ببینم نداره. نگارش زیبا. این آخوند کتک خوردم که حسابی ترس برش داشته به این اعترافا رو آورده. با زور از سر زن ایرانی بکشه، ما با زور سرنیزه و جرم و جنایت و جرمنگاری و فان نمیتونیم چادر سر مردم بگیم. این حرف براتون درست کنید.
کارت من تو شهر بخصوص از مسیر ترمینال جنوب یا فرودگاه همیشه با مترو میام. من میبینم فحشای مردم. نه فحشای مردم نه از نگاه کو چیز عبور کرده. الان داشت با موتور میاد با واسط سر میدون فردوسی سوار شدیم. تا فحش میده. ببین من تو دل اغتشاشات بودم. یه اتفاقی هم براتون افتاد؟ یه بنده خدای همون اول یک سنگ بود اونم آره چی بود تو دستی بود که زد تو سر من. بوقچی‌های عظما فکر کردن اگر داد و هوا را بندازن و جفسازی کنن میتونن این وضعیت آش و لاش رو راست و ریز کنن. دنیا بداند مردم ایران پشت سر رهبری تا الان تمام توطئه ها، اغتشاشات، همه فتنه ها رو نقش برآب کردن. از این هم بگذرد باز هم این توطئه ها رو نقش برآب خواهند کرد. لذا همه با هم فریاد در می آوریم مرگ بر ضد ولایت فقیه. الان حال و روز عظما یه چیزی تو این مایه هاست. خلاصه این که اوضاع ولی فقیه و پاسداراش طوری سخت شده که پاسدار سلامی مجبوره بیاد و از این روزه ها بخونه. سختی ها وجود دارن، سختی ها یک واقعیتن، البته نه فقط برای ملت عزیز ایران. اگر سختی برای ما وجود دارد، برای دشمنان ما این سختی ها به همان نسبت یا بیش از آن وجود دارد. بلای سر پاسدارای دزد اومده که دیگه خودشون هم میدونن که نمیتونن هر غلطی خواستن بکنن. تیم الاتحاد رفت ایران تو مسابقه شرکت کنه، اما آخوندا از ترس آبروی نداشتشون یه شبه شروع کردن به وصل و پینه کردن چمنها. تازه به همینم رضایت ندادن و چمنها رو رنگ هم زدن. دقیقاً 3 ساعت یارو داشت میزد، رنگ میزد، رنگ سبزی. بغلی گفتم به دوستم، گفتم آقا این رنگ ای داره چیکار میکنه؟ گفت بابا فکر کنم داره یه موادی میزنه به این چمنه که خراب نشه. گفتم بابا اصلا فکر نکنم. این آخوندهای دوست یه استادیوم رو نمیتونن اداره کنن، بعد دم از مدیریت قطب جنوب میزنن. خب ما در قطب جنوب مستحضر هستیم، چون از سواحل زیبای مکران مسلط هستیم به قطب جنوب. بله. در اونجا ملکیت داریم. بله. این ملکیت متعلق به مردم هست و انشالله برنامه‌مون اینه که بتونیم پرچم رو اونجا انشالله بالا ببریم و اون تیم، چون اونجا به هر حال هم کار صرف نظامی نیست، کار علمی باید بشه. بله. و عزیزان عالم ما هم دارن آماده میشن انشالله که بریم یه کار مشترک همگانی در واقع جمعی حاصل تلاش مردم عزیزمون رو طبق دستور مولامون انشالله اونجا. یارانه دادن به مزدورای منطقه‌ایشون کم بود، حالا میخوان از جیب مردم ایران برای قطب جنوب هم خرج کنن. ما به هر حال نمیتونیم به 6 تا کشور همسایه‌مون هم یارانه بدیم، بعد اقتصاد ما هم سر پا باشه و فکرم بکنیم که آقا مشکلی وجود نداره. نه آلمان نه ژاپن، هیچ کسی نمیتونه به 6 تا کشور همسایه‌اش یارانه بده. همین الان قدرت خرید کارمندا و مردم پایینه، بنابراین ما اموال مازاد باید بفروشیم، از اون بر نگاه کنیم. مشنگستان این هفته رو با یک کلاهبرداری تابلو از تیوی ریش به پایان میبریم که توش تصاویر مسابقات فوتبال بقیه کشورها رو بر میداره، تبلیغات خودش رو میزنه و کاسبی میکنه. شاهکار جدید صدا و سیما. یعنی من موندم این صدا و سیما دیگه از چی مونده که واسه خودش پول سازی نکرده. وسط پخش بازی 2 تا تیم خارجی داره دور زمین تبلیغ ایرانی پخش میکنه، در صورتی که تصاویر اصلی اینه و صدا و سیما با استفاده از یه تکنولوژی میاد تصاویر رو تغییر میده و از برندهای ایرانی خدا میلیارد پول میگیره. یه روش کسب درآمد جدید باز شده براشون. ولی خودمونیم صدا و سیما، این کار قانونیه یا نه؟